اینا گروه نوبتی رو دعوت میکنیم. گروه آوازدار مشهور، هنرمندانی که شما میشناسید، بارها در صحنه‌چه‌های حجوی اونها رو دیدید. هنرمندان گروه شکرخند رو دعوت میکنیم. مرحبا. مرحبا. مونولوگ در اجرای گروه شکرخند. وای اینا بینی. این حال بینا اینا بینا. در یکی از شب‌های بسیار خوش اگزیکوتور ایوان دمیترویچ چرویاکوف خیلی هم مسرور در کرسی قطاری دوم می نشست و با دوربین به زنگوله های کرنول تماشا می کرد. او تماشا می کرد و خود را در کمال حلاوت حس می نمود. ولی به ناگاه روی وی برمه شد، چشمانش تنگ گشت، نفسش قرار گرفت. او از چشم دوربین را دور کرده خم شد و چطوری که دیدید عطسه زد. عطسه زدن به هیچ کس و در هیچ کجا معنی نیست. همه عطسه میزنن. چرویاکوف این سفر در خجالت ماند. او دید که پیرمردی در نزد وی نشستگی با جد و جهد گردن و سر بیموی خود را پاکیزه میکند و خود به خود غرغر کنان چیزی گفته ایستاده است. آب دهانم بر سرش رسیده است. دیا از دل گذران چرویاکوف. کاری خوب نشده است. به هر حال باید که از وی عذر پرسم. چرویاکوف خم شده به گوش گنرال پیچراس میزند. میبخشید جناب فضیلت پناه، من نفهمیده عطسه زدم و شما رو تشویش دادم. نه ضرر نداره، هیچ گپ نه. به هر حال کاری خوب نشده است. علاج کرده از وی عذر پرسیدن لازم. این مرد رو چرویاکوف شناخت و گنرال ورزجایلوف بود که در اداره نقلیات کار میکرد. یک علاج کرده از وی عذر پرسیدن در کار. وی گمان میکند که من بی‌ادبی کردم. اگر حاضر گمان نکند بعد از این گمان میکند. بار دیگر به گوش گنرال پیچراس میزند. جناب میبخشید آخر من نفهمیدم و نخواست عطسه زدم و شما را تشویش دادم. خدایا توبه، شما میمونید تماشا کنیم یا نه؟ در وقت تنفس او به بیرون برآمده باز به نزد گنرال آمده آهسته آهسته گپ را سر میکند. جناب عزیز میدونید آخر این حادثه طبیعی، من نخواست عطسه زدم و شما رو تشویش دادم. یا توبه، من که کیها باز فراموش کردم. شما باشد همین دو پلگپ کشال داده گشتید. مانده چرویاکوف به خونهش اومده کاری بدی خود را به زنش نقل میکند. زن اول پروایی نمیکند و بعد که بودن گنرال رو دانسته به گپ سر میکند. تو کاری خوب نکرده ای، تو باید که عذر میپرسیدی. انا بین این کاری خوب نشده است. آخر من عذر پرسیدم اما وای کیمچی یکم گپی درست نزد. روز دیگر مجبور میشود که خودش به اداره گنرال بیاید. وقتی که وارد آنجا می شود گنرال چندی از نفر کارگران را جواب میدهد و نهایت چشمش به چرویاکوف میغلطد. خوش جناب محترم، به شما چی لازم؟ وای اگر دیروز در خاطرتون باشد هنگام تماشای امون زنگوله های ارکدی من نخواست عطسه زدم و شما را تشویش دادم. خدایا توبه، این چه بلا بود؟ شما دیده و دانسته هزل بازی میکنید که محترم؟ هزل؟ در اینجا یکم هزل نیست. من هزل را در خاطرم ندارم. اینو بینیدم عجب آدمی بود است. با وی مکتوب می نویسم و دیگر از این فنفران عذر هم نمیپرسم. چرویاکوف به خانهش اومده تا پگاه هرچند کرد اما مکتوب رو نوشتن نتوانست. روز دیگر مجبور می شود که باز خودش به اداره گنرال بیاد. آخر جناب محترم، من هزل کردن نمیتوانم و من در نزد شما چه خیل جرأت میکنم که هزل کنم. من هزل نکردم، شما مرا درست فهمید. داو شو. نهایت بانگ بزند گنرال و به زمین سخت پای میکوبد. در شکم چرویاکوف چیزی کنده می شود. او هیچ چیز را ندیده و نشنیده به سوی در پسناکی می رود. به کوچه برآمده به اختیار یک تا قدم مانده به خانهش آمده، لباس رسمی تازه اش را نکشیده به بالای دیوانش خوابید و مرد. وای بر حال همین بیچاره. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. گمان میکنم حالا خسته نشدید. اگر خسته نشده باشید بیاید یک کف میکنیم به افتخار خودمون، زیرا محفل ما اکنون آغاز یافت.